عزیز سلام علیکم. امروز 25 مارت سال 2026 میباشد. ما امروز در دهه چوربوغ درخت پکن شنوندیم. متاسفانه من به جای نوار کنم رسم رو کردم. انا حاضر بعد از شنوندن نوار کردم. نشون میدم به شما. ما اینجا چقوری کندیم تخمینا 30 به 40 و پکنی ما داخلی خلطچه بود. شنوندیم. این چهارمغز پکن است. بسیار بلند می شود. 10 به 10 شنونده می شود و نهایت سر حاصل می باشد. چهارمغز پکن حاضر 100 دانه مانده است. در فروش نرخش 130 سومانی. 988 30 59 99 مراجعت کنید. خریداری میکنید از دهه چوربوغ ناحیه ورزوب. چهارمغز پکن شنوندنش را یک مرتبه من به شما نشون داده بودم. هم چقوری میکنید پروختی میشنونید. این چهارمغز پکن اینجا جایی پیوندش است. شدیم از کلیونکش. اینجا علاقه برکرده ایستاده است. خدا خواهد بعد از 4 سال میوه میدهد. میوه چهارمغز پکن یک از قیمت ترین چهارمغز ها است. 120 سومانی در بازار میوهش میایستد. در ناحیه خوالینگ هم بسیار شدگی است. در بالجوان هم هست. در قبادیان مکان زیادش است. بسیار توباور است چهارمغز پکن. امروز من با پروفسور سید علی مامورویچ هم صحبت شده بودم. گفتن که مقاومتش بلند است. در بسیار جایها می شود. یادداشت میکنم که 100 دانه ماندگی است. خریداری کنید اگر 130 سومانی 988 30 59 99 مرحمت مراجعت کنید. 988 30 59 99. دوستان عزیز در ایران قرار داریم. در پکنزور پکناشون رو چیندن. خمانه 4 تا پکن ببینید. این از با مانند چهارمغز کلانی تاجیکستان این پکن است. محصولاتی نهایت و قیمت. انا کلیتمونه ببینید. کلیت ماشین موندیم. چقدر کلان است.